آیا هزاره‌ها واقعاً از قوم مغول هستند؟ سلام دوستان. به صفحه روشنگری خوش آمدید. امروز می‌خواهیم به یکی از جذاب‌ترین مباحث تاریخی بپردازیم و پرده از رازهای قوم هزاره برداریم. هزاره‌ها، مردمانی با فرهنگ غنی و تاریخ پربار، در قلب افغانستان و بخش‌هایی از پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. چهره‌های منحصر به فرد، زبان و سنت‌های خاص آنها همواره مورد توجه محققان بوده است. اما سؤال اصلی این است: ریشه‌های واقعی این قوم به کجا باز می‌گردد؟ طبق بسیاری از پژوهش‌های تاریخ‌شناسان، هزاره‌ها از ساکنان بومی این سرزمین بوده و از زمانهای بسیار دور در محل کنونیشان سکونت داشتند. نخستین بار، ژوزف پیر فریه، دانشمند فرانسوی قرن 19 این نظریه را مطرح کرد. او که به بخش‌هایی از هازارجات سفر کرده بود، بیان داشت که هزاره‌ها حتی در زمان اسکندر مقدونی نیز در این مناطق زندگی می‌کردند. آثار باستانی و نشانه‌های تاریخی موجود در هزارجات این ادعا را تقویت می‌کند. بسیاری از تاریخ‌شناسان دیگر نیز موافق نظریه بومی بودن هزاره‌ها هستند و معتقدند که آنها پیش از حمله چنگیزخان در محل کنونیشان سکونت داشتند. اما شباهت‌های ظاهری و برخی واژگان مشترک با زبان‌های آسیای شرقی باعث شده تا برخی به نظریه مغولی بودن هزاره‌ها گرایش پیدا کنند. تحقیقات ژنتیکی مدرن نشان می‌دهد که هزاره‌ها پیوندهای قوی با اقوام ترک تبار آسیایی میانه دارند. این مطالعات نشان می‌دهد که هزاره‌ها ترکیبی از اقوام مختلف هستند که در طول تاریخ در این منطقه سکونت داشتند. بابور، بنیانگذار امپراتوری گورکانی هندوستان، در اوایل قرن 16 در کتاب مشهورش بابرنامه از هزاره‌ها چندین بار به عنوان هزاره‌های ترکمن یاد کرده است. این نشان می‌دهد که حتی در آن زمان نیز هزاره‌ها به عنوان قومی مستقل با یک هویت منحصر به فرد شناخته می‌شدند. فرهنگ و زبان هزاره‌ها نیز گواهی بر ترکیب غنی از تأثیرات مختلف است. آنها به زبان فارسی دری صحبت می‌کنند، اما لهجه و واژگان خاص خود را دارند که آن را از سایر لهجه‌ها متمایز می‌کند. موسیقی، هنرهای دستی و سنت‌های آنها نشان از تاریخی پرماجرا و تعامل با فرهنگ‌های گوناگون دارد. در افسانه‌ها و داستان‌های محلی هزاره‌ها، حکایت‌هایی از پهلوانان و اسطوره‌هایی وجود دارد که ریشه در تاریخ باستانی این سرزمین دارد. این قصه‌ها نشان می‌دهد که هزاره‌ها نه تنها نگهبانان فرهنگ خود هستند، بلکه پل ارتباطی میان گذشته و حال می‌باشند. بنابراین پاسخ به این سوالی که آیا هزاره‌ها مغول هستند، ساده نیست. آنها ترکیبی از اقوام بومی، ترک و شاید هم تأثیرات مغولی هستند، اما با هویتی منحصر به فرد که آنها را از سایر اقوام متمایز می‌کند. تاریخ هزاره‌ها داستانی است از همزیستی، مقاومت و حفظ هویت در برابر چالش‌های زمان. سپاسگزاریم که تا پایان با ما همراه بودید. اگر دیدگاه یا نظری در این باره دارید، خوشحال می‌شویم که در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.